در شما خانه‌های همین قشلاق‌های ترکیه را نشان بدم. این خانه در یک کمی قشلاق‌های ترکیه در شهر مالاتیا. اینجا مهمانخانه‌شون بوده. من سویتوش خدماتی همش گران کردم که شب خوشرو معلوم باشه. این مهمانخانه‌شون سالن میگن، مهمانا را قبول میکنن. اینجا خیلی یک خانه خوبشون اسم مرزیلکشون جانشته در اینجا موندیم. این هم خیلی یک کمناتم. اما این طرف کمناتای وای کلین، کمناتای عروس. بعد انایی حاجتخانه زمینی، یا تا حاجتخانه زمینی داشتیم. یک تا دیگه این خیلی ابوچنی وای دوشوای. اینجا قالین پولیناشون رو میشتن یگان. انا اینجاش کخونیشون هم خیلی مایدچه. اینایی برای نانپزی، دخوفکای نانپزی. خیلی اینجا کخونیشون بوده. چیزاشون همشون هم خیلی خاصیت که داشتیم. برای چی نداره گفته خاموشک خیلی ماشین کاری باشیشون. اینجا کاریدورشون بومستیم. اینجا خیلی در وخت لباسشون کشول میکردیم. این هم خیلی یک اینجا هم خیلی درشون سیت که داشته. اناییسشون دویم اتاژش بوده. خیلی کریشم میبرامده. اینای پایان در خانه و بالا در این خیلی انجام خانه بالای کریششون انجام خانه کده گفتیم. چیزای نادر کارشون میموندیم. اینجا گرم نه که زمستون ده خیلی گرمک میشته. اینجاش میبرامدی. این طرفش این خیلی بالکن میشده. این بالکنشون کلونی خوشرو بوده. گوکنیچ خیلی خوشرو. برایجا می چای میشدیم، قهوه می نوشیدیم، چی میکردیم؟ شاشلیک میکردیم. قالیناشون را اینجا میشدیم. اینای آواهوی میکردیم. قالیناشون را میشدیم. آوش اینجا میریخته میرفته. نیخه کاولینی کلون داشتیم. به حد مدام معقول شده. به حد خوش رو. انا اینجا دولانچه‌شون بوده میشدیم. در اینجا دم میگرفتیم. در تابستان مهمونو را در همینجا میشنوندیم. این طرف هم خیلی دولانچه. انا ایو بابا مهمونو را میخیلی توتی قوق میدادیم. سیوی قوق برای کمپوت غولینگوی همین خشون همش ای خشون بوده. این خیلی پاکتی پر میکردیم. بابا مهمونو را میدادیم که برای بخیر.